باز میگردیم با قسمت دیگری حکایه. پیامبر گفتم از خانه ابوبکر برون بودن و تدبیرهای امنی شدید گرفتن پیامبر علیه السلام، تو اینکه این نقششون نقش بر آب نشود. یعنی اول کاری کردن این باید که خبر به هیچ کس گفته نشود، یعنی فقط پیامبر میدونستن و ابوبکر میدونست و غلامشون عامر بن فهیره و عبدالله بن اریقط، یک مشرکی که او رو کرا کردن تا اونها راهنمایی کنند، و پسرشون عبدالله ابن ابوبکر. همه اینها نقش خودشون داشتن در این هجرت پیامبر. پیامبر یکی از جزئی نقشه‌هاشون این بود که باید اول به قسمت جنوبی میرفتن تا اینکه مشرکا رو رهگم زنونن. مشرکا میدونستن که باید پیامبر به مدینه هجرت کنن. یعنی معنی این داشت که همه بلاک پست‌ها و همه نیروهای مکه متوجه به سوی شمال مکه خواهد شد. پیامبر برای همین از طرف جنوب هجرت کردن به سوی غار ثور رفتن تا اینکه اونها رو رهگم زنونن و اونجا قرار بود 3 شبانه 3 روز می ایستادن. 3 شبانه 3 روز در اونجا پیامبر قرار داشتن و اینجا دیگر نقش هر یک اینها رو خواهیم دید برادر. یکم نقش اسما این برای پیامبر طعام میبرد. وجدون که زن حامله دار بود و این هم یکی از اختیارهای خوب بود که اونها اینقدر به این زن به نظر شبهه نگاه نمیکردن، چون که این زن حامله دار مقصد با این شخصایی که در گفتگو قرار دارن، در گفتگو رسمی قرار دارن، رفت آمد کردنش احتمال ندارد. این چنین زنی حامله دار نمیتونه که اینقدر مسافه های دور رو طی کند، زیرا که غار حرا از مکه تقریبا 8 کیلومتری دور است از مرکز مکه. این نقش اسما بود، دختری ابوبکر. دوم نقش عبدالله ابن ابوبکر است. عبدالله ابن ابوبکر یک وظیفه میتون گفت که استخبارات یا اینکه کنتر رزوت که پیامبر اجرا میکرد. چه خیلی یعنی وظیفه‌ش این بود که عبدالله ابن ابوبکر روزانه باید در مکه میگشت و خبری مکه رو جمع میکرد و شبانه غار میرفت و با پیامبر و ابوبکر گزارش میداد که چه خبرها و چه نقشه های برای دستگیر کردن پیغمبر و ابوبکر دارن. میرفت شبانه تا سحر میایستاد، با همون سحر روز ناشده به مکه باز میگشت و روزانه که هیچ چی نشده باشد بین مردم میگشت و درباره پیامبر چه اوضاعی هست با جمع میکرد، با شب میرفت با پیامبر گزارش میداد. اكو پای عبدالله ابن ابوبکر رو عامر ابن فهیره که غلام ابوبکر بود گوسپند چرانه میکرد، با اونجا گوسپندا میبرد میآورد تا اینکه پای هم مقصد به غار رفتن کسی معلوم نشود. این هم نقش خودش داشت. و عبدالله بن اریقط دو شوتری که ابوبکر با او داره بود در یک جای منتظر بود، باید که روز 3 بعد نزد غار می آمد و از اونجا پیامبر سوار میشدند و میرفتند. وقتی که موعد فرا رسید بعد از 3 روز عبدالله بن اریقط آمد و اونها 2 نفر به سوار شدند و پیش گرفتن راه هجرت رو. باز میگیم که پیامبر نقشه خیلی محکمی کشیده بودند. برای آنکه نقشه اشون به سامان رسد احتیاطات زیادی رو پیش گرفته بودند. بنابراین برای هجرت کردن که راه اساسی هجرت نه، راه اساسی بین مکه و مدینه نیست، بلکه به یک راه رفتن که اونجا کم انسان ها اون شاید که راه مکه رو کوتاه کرد، اما کم انسان هایی هستن که به این راه میرن، چون که راه مشکل گذر است، راه وزنین است. بنابراین پیامبر راه وزنین رو اختیار کردند تا اینکه به دست مشرکا نافتند. و چه خیلی که در این خریطه دیده ایستاده اینجا با رنگ سبز راه پیامبر علیه السلام اشاره شده ایستاده است و با رنگ جگری راه اساسی که انسان ها، قافله ها، کاروان ها در بین مکه و مدینه طی میکنند. یعنی به همین معجزه الله تعالی پیامبر خودش را از چنگال مشرکا نجات داد. که الله تعالی چه خیلی گفتیم قادر بود که پیامبر را هم تو گیرد، جبرئیل در قناتش نشاند و پریده به مدینه بیاید و آرامانه زندگی خودش را پیش برد. لیکن الله تعالی میخواست که دعوت با راه طبیعی پیش رود، زیرا که الله تعالی به علمی ازلی خود میدونست که این نمود واقعه ها در طول عصرها بالای مسلمان ها خواهد آمد و مسلمان ها برای اینکه گرنگ نشوند، رهگم نزنند، سیره پیامبرشون رو میخونند، راه ها وسیله هایی که پیامبر برای پیش بردن دعوت استفاده برد از اون درس میآموزند و از اون احتیاط هایی که پیامبر کار گرفت تا اینکه مشرکا و کافران نتوانند پیش راهش گیرند از اون نیز درس میگیرند
و در آینده از این احتیاطاتی که پیامبر کار فرمودن اونها نیز کار میفرمایند تا اینکه سخن الله تعالی پیروز شود و سخن الله تعالی عالی شود. دوستان عزیز، اینجا نقش جوانان بسیار بود. ببینیم همه اینا غیر از ابوبکر همه جوان بودن. یعنی یگانه ابوبکر در سن که مقصد از پیامبر 2 سال که خورد بود در سن کهولت قرار داشت، میان سال خیلی به توجه که میگیم ما. دیگر همگی جوان بودن. اسما دختر جوان بود، عبدالله ابن ابوبکر مرد جوان بود، علی ابن ابی طالب 20 چند سال مرد جوان بود، عامر ابن فهیر نیز این چنین. یعنی همه اینهایی که در هجرت نقشی کلیدی داشتن جوان بودن. غیر از این در همون بیعت دوم عقبه که پیامبر علیه السلام یعنی اونجا دیگر زمینه سازی کردن برای دولت خودشون، اسعد ابن زراره گفتیم جوان بود. اکثر جوانای انصاری که از هم 73 نفر با پیامبر بیعت کردن اونها نیز جوان بودن. مصعب بن عمر جوان بود. یعنی نقش جوان ها بسیار نقش کلیدی است در پیشبرد دعوت الله تعالی. بس ببینیم که اونها نیروی جسمی قوی دارن، نیروی فکری قوی دارن، نیروی مستحکم دارن. بنابراین همیشه اسلام بالای اونها اعتماد میکند و برای اونها مکانت و منزلت خاصه قائل است، چنانه که برای انسان‌های میان سال و پیران سالی خیرتمند و حکیمی مسلمان نیز مکانت و منزلت قائل است.